به نام خدا، عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما دانش آموزان عزیز. بنده محمد قدس هستم، دبیر فیزیک و در خدمت شما عزیزان هستم تا فیزیک آزمون 18 آبان قلمچی پایه 12 تجربی رو برای شما تحلیل، بررسی و موشکافی کنم. همونطور که دیدین پاسخنامه این آزمون بسیار طولانی بود و ما سعیمون بر اینه که با روش‌های کوتاه‌تری بتونیم سوالات رو حل کنیم. خب بدون هیچ حرف اضافه‌ای با نام یاد خدا شروع می‌کنیم به تحلیل این آزمون رو با هم بررسیش می‌کنیم. پس بریم سراغ تحلیلمون. خب بچه‌ها تحلیل آزمون رو با سوال 51 فیزیک 12 شروع می‌کنیم و میریم جلو. حدوداً 7-8 سوال اولش سوالات راحتی بود، سوالات امتحان نهایی بود و راحت بود. دیگه از 7-8 به بعد یه ذره سخت‌تر میشه. میگه متحرکی با تندی 10 متر بر ثانیه، حالا این میتونه مثبت یا منفی باشه چون کلمه تندی اومده، در خلاف جهت محور x، پس با توجه به این سرعت شما میشه منفی 10 متر بر ثانیه. شتاب هم که داری منفی 4. سرعت این متحرک در لحظه t مساوی 5 کدام است؟ خب میدونی حرکت شتاب ثابت معادلش هم تو که میدونی میشه v مساوی آتی به اضافه v0، یعنی میشه منفی 4t منهای 10 که فقط کافیه ما به جای تی چند بذاریم، گفته در لحظه 5. خب این میشه منفی 20 منهای 10، جواب میشه منفی 30 متر بر ثانیه. سوال اول که دیدی به چه راحتی در کمترین زمان حل شد. سوال دوم، وقتی که ویتی شما معادل ویتی شما درجه 1، یه درجه بالاترش مکان زمانمون درجه 2 میشه. وقتی مکان زمان درجه 2 یعنی حرکت ما چیه؟ شتاب ثابت. خب فرم معادل شتاب ثابت مگه نبود x مساوی 1/2 آتی 2 به اضافه v سفتی؟ میگیم چرا آقا؟ و اینجا فرم این مگه v مساوی آتی به اضافه v صفر نیست؟ میگیم چرا؟ خب شتاب که اینجا داریم میبینی ضریب تی منفی 2 و اون عدد ثابت هم که 4. پس اینجا جایگذاری میکنیم، حتی اینجا یه دونه x صفر هم داره، 1/2 میذاریم، شتاب که منفی 2، تی 2 که هیچی باید خالی باشه، وی صفر 4t و گفته که از مکان 5 شروع کرده حرکتشون. پس جواب میشه منفی تی 2 به اضافه 4t به اضافه 5. جواب میشه چند؟ گزینه 3. سوال بعدی سوال 53. شتاب رو میخواد. خب ما اینجا از رابطه مستقل از زمان استفاده میکنیم دیگه، چون اصلا حرفی از زمان نزده. سرعت لحظه آخرش شده منفی 6 به توان 2 که خب میشه 36 و سرعت اول هم که 4 به توان 2، 2 برابر شتابی که نداری و جابجایی. ببین جابجایی همونطور که میدونی میشه مکان آخر منهای مکان اول. مکان آخرت منفی 15 بوده، مکان اول 10، جواب میشه چقدر؟ منفی 25 که خب اینجا 36 منهای 16 میشه 20 مساوی منفی 50 آ و از اینجا اگر آ رو تنها کنیم میشه 20 پنجم یعنی منفی 14. جواب گزینه 2. جواب گزینه 1 منفی. بله. خب سوال بعدی، این متحرک در بازه زمانی فلان. خب ببین کاری که ما انجام میدیم به این صورت، میگه سرعت متحرک در لحظه تی صفر مثبت 10، بعد شتابش هم نزولی. خب من میام ویتیش رو رسم کنم. اگر شما بیای ویتیش رو رسم کنی همونطوری که میدونی از یک چیز مثبت نزولی برو پایین، از سرعت مثبت 10 شیب هم که شیب خط اینجا منفیه باید نزولی باشه تابه. اینجا هم که سرعت چنده؟ اینجا هم که میدونی اینجا سرعت چنده؟ 0. پس ابتدا داری به سرعت 0 نزدیک میشی حرکت کن، سپس دور میشی یعنی تند. لحظه تغییر جهت هم لحظه 10 هستش. آقا این 10 از کجا فهمیدی تی مساوی 10؟ برای اینکه خب ما توی این رابطه آ مساویه با دلتا وی به دلتا تی همونطور که داری میبینی شیب خط منفی 1 یعنی شتاب و تغییر سرعت ما
ببین سرعتت از 10 به 0 رسیده، یعنی 0 منهای 10 اینو نداشتی که خب دلتا تی میشه چقدر؟ به راحتی میفهمی 10 ثانیه دیگه. پس این 10 ثانیه از اینجا اومده بود، پس تو 10 ثانیه اول حرکت کن، بعدش هم که تند. جواب میشه گزینه 4. سوال بعدی خیلی مهمه. ببین ما برای رسم مکان زمان از روی نمودار ویتی فقط به دو چیز نیاز داریم. یکی وی صفر، ببخشید وی صفر نه، ایکس صفر، یعنی اونجایی که شروع شده حرکتمون توی مکان زمان، و یکی هم به سطح زیر ویتی که خب سطح زیر ویتی یه دونه S1 اینجا، یه دونه S2 اینجا، یه دونه S3 هم اینجا که خب اگه S1 رو حساب کنی 100، اونم که 100، اینم که 10 ضرب در 20 تقسیم بر 2 مساحت مثلث میشه منفی 100، این مثبت 100، این هم مثبت 100. خب من مکان زمانشو خودم رسم کنم، کاری به سوال ندارم. ببین حرکت از مکان زمان دیگه از کجا آغاز شدی؟ آقا از منفی 10 آغاز شدم. خب چقدر رفتی بالاتر؟ میدونی سطح زیر نمودار ویتی همون چی بود؟ جابجایی. ببین 100 متر اگه بری بالاتر میرسی به مکان 90 و دوباره اگه 100 متر بری بالاتر میرسی به مکان 190. پس من باید برسم اینجا، بعدش هم برسم اینجا. یه نقطه اینجا دارم، یه نقطه اینجا. این 10 ثانیه اول، اینم 20 ثانیه اول. حالا میمونه شکم و میدونیم مکان زمان باید سهمی باشه دیگه. توی حرکت شتاب ثابت مکان زمانش چیه؟ سهمی، یعنی یا شکم روی بالا یا شکم روی پایین. آقا شکم روی بالا باشه یا پایین؟ اینجا شتاب مثبته، پس شکم روی بالا. اینجا و اینجا شتاب منفی هن، پس شکم باید رو به پایین باشه. اول شکم رو به بالا. از کجا هم شروع کردی؟ از اینجا شروع کردی. اول یه شکم رو به بالا، بعد میچرخه شکم رو به پایین. حالا از اینجا دارم رسم میکنم، یعنی لحظه 20 تا لحظه 30. ببین 100 متر باید برگردی پایین، یعنی برسی به اینجا دوباره، و چون شکمت هم باید رو به پایین باشه، پس جواب میشه چند؟ پس جواب میشود گزینه 1. شکم رو به پایین، شکم به پایین، شکم رو به بالا. این شکم رو به کجاست؟ بالا. چرا شکم رو به بالاست؟ چون شتاب اینجا مثبته، اما اینجا و اینجا نمودار نزولی، یعنی شتاب چی هن؟ منفی هن. خب سوال 56 سوال قشنگی بود، با هم حل میکنیم. میگه آقا خب برای حل سوالات شتاب زمان بیا ویتی شو بکش. سرعت اولی هم حال سکونه. خب ببین سرعت اولی که حال سکونه، یعنی اینجا وی صفرمون چند؟ اینجا از اینجا باید شروع کنی. سطح زیر نمودار این مساحت ها چی نشون میده؟ تغییرات سرعت رو نشون میده. 14 تا 40 تا سرعت باید زیاد شه، 8 تا 40 تا باید سرعت کم شه. پس ما توی 4 ثانیه میریم بالا و دوباره میریم پایین. این ببین تو 4 ثانیه اول سرعت 40 تا زیاد شد، از 0 سرعت 40 تا زیاد شه به 40 میرسه، و تو 8 ثانیه بعدی سرعت باید 40 تا کم شه که دوباره میرسه به 0. خب مسافت رو میخواد، من باید چیکار کنم؟ بیام و سطح زیرش رو به دست بیارم که سطح زیرش میشه اینجا یه مثلث که مساحت مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2 که جواب میشه 160. ببین چه زیبایی سوال رو با هم حل کرد. بعدی خب آقا من اینجا رو میگیرم x صفر، میگه که نمودار مکان زمان با شتاب ثابت دادیم، تندی متوسط در این 9 ثانیه چقدر است؟ خب بچه اینجا سرعت چنده؟ این بالا شیب نمودار 0 یعنی سرعت 0. ببین 6 ثانیه اینوری حرکت، ببین انگار حرکت متحرک رو از اینجا ببین، انگار یه متحرکی با سرعت 0 شروع کرده به حرکت، 6 ثانیه حرکت کرده و رسیده به یک سرعتی. یه بار هم چقدر اینجا 6 تا 15 9 ثانیه اینوری حرکت کرد. پس یه بار متحرک 6 ثانیه حرکت کرد. خب من می نویسم میگم دلتا ایکس مساویه با 1/2 آتی 2. سرعت اولیش هم چنده؟ 0. از اون بالا نگاه کنید، دید از بالا عیبی نداره، شما میتونی دیدت به سوال رو عوض کنی، هیچ اشکالی نداره. شما 18 منهای ایکس 0 متر جابجا شدی، جابجاییمون اینقدر دی وقتی 6 ثانیه حرکت کردی.
وقتی چقدر 6 ثانیه با شتاب آ حرکت کرد. و شما از اون بالا تا پایین یعنی 18 متر جابجا شدی وقتی که 9 ثانیه حرکت کردی. این دوتا رو بر هم تقسیم کن. وقتی بر هم تقسیم کنی 1/2 آ و 1/2 آ میره 18 منهای x صفر میمونه بر روی 18. اینجا هم 6 تا 36 تا 9 تا 81 که خب من اینو اگر به مثلا 9 ساده کنم میشه 4، اینو به 9 ساده کنم میشه 9. 9 رو به 9 میزنم 1، 18 رو به 9 میزنم 2. حالا طرف این وسطه یعنی 18 منهای x صفر 2 4 تا هم 8 تا و از اینجا x صفر میشه 10. پس x صفر شما به دست اومد چقدر بچه‌ها؟ من اینجا این چیزی که به دست اومده رو مینویسم چقدر 10. خب خوشگل‌تر بنویسیم که بدونی چی شد. حالا 9 ببین لحظه 9 یه چیزی مثلا اینجاست دیگه. اولا روبروی این نقطه 12 دقیقا میدونی سهمی نسبت به رأسش چی داره؟ تقارن داره. خب 6 ثانیه این ور 6 ثانیه هم این ور، اینجا قطعا 12. پس 9 یه چیزی اینجا هست. خب آقا مکانشو نداریم. ببین ما از اینجا 6 تا 9 چند ثانیه حرکت کردیم؟ 3 ثانیه. خب ما میایم دوباره رابطه دلتا ایکس رو مینویسیم، میگیم 1/2 شتابم این دفعه نداریم. خب قبل از اینکه ما این رو بیایم بنویسیم بریم شتاب رو به دست بیاریم. مثلا تو این رابطه جایگذاری میکنیم، رابطه قبلیه، میگیم تو 18 متر جابجا شدی با شتاب 1/2 آ، 1/2 آ شتاب هم که آ و اینجا هم که 9 بود دیگه به توان 2 که خب این 2 میره اونور و شتاب میشه 36. 81 که اگر به 9 ساده کنی میشه 4/9. شتاب هم به دست اومد چقدر؟ 4/9 متر بر مجذور ثانیه. حالا جایگذاری میکنیم، میگیم 3 ثانیه با شتاب 4/9 حرکت کنی چقدر طی کردی؟ که 3 به توان 2 میشه 9. 9 با 9 میره و 4/2 میشه 2 متر. 2 متر اگر از 18 بیای پایین میرسی به مکان چند؟ میرسی به مکان 16. حالا سوالو میخونیم. تندی متوسط که میشه مسافت به زمان در این 9 ثانیه، مخرج که 9 مسافت. ببین مسافت 8 متر 10 تا 18 8 متر رفتی بالا، 2 متر هم اومدی پایین و جواب میشه چقدر؟ میشه 10/9 به زیبایی هرچه تمامتر با هم حل کردیم. پس یه بار اومدیم x صفر رو به دست آوردیم که شد 10، یه بار شتاب رو به دست آوردیم که شد 4/9، یه بار هم فهمیدیم اینجا 2 متر اومدی پایین از اینجا تا اینجا، تو 3 ثانیه 2 متر اومدی پایین تر. خب پس ما 8 متر اومدیم بالا، 2 متر هم تا اینجا اومدیم پایین، کلا میشه 10 متر تو چند ثانیه؟ 9 ثانیه. 10/9 هم که میشه چقدر؟ گزینه 3. سوال 58 که سوال قشنگی بود. میگه که آقا نمودار مکان زمان رو داده. خب من بچه میام ویتیشو میکشم، من دوباره میام رسم ویتی میکنم و این پایین پایینم میگیرم چی؟ این پایین پایینم میگیرم x. اینجا رو نداریم دیگه. لحظه تغییر جهت و اینجا همون جایی که تغییر جهت. رسم نمودار ویتی رو بهتون یاد دادم. شیب اولیه منفیه، پس از یک سرعت منفی شروع میکنی و چون شکم روی بالاست یعنی شتاب مثبته، پس ما نمودارمون اینطوری میشه. خب اینجا هم که همون لحظه تغییر جهت یعنی لحظه تی، اینجا هم که لحظه تیه که خب لحظه تغییر جهت. بچه شما توی خب بذار من اینو درست کنم، این وی و اینم که تی. حالا نکته که مهمه اینجاست، ما چقدر جابجا شدیم تو تی ثانیه اول؟ تو تی ثانیه اول x منهای 6 متر جابجا شدی. خب اینجا یه عددیه، اینجا هم یه عددیه دیگه. چند متر اومدی پایین تر؟ حالا x مثلا 12، مثلا اونم منفی 6 متر اومده پایین تر. خب پس از نظر اندازه داریم بررسی میکنیم، مساحت ها اینا هم از نظر اندازه است. حالا از x رفتی به 10 چقدر جابجا شدی؟ یه x متر اینجا جابجا شدی، 10 متر هم اینجا، کلاً 10 به اضافه x متر هم این بالا جابجا شدی. میدونی سطح زیر نمودار ویتی همون جابجاییه. اینجا هم که داری 4 و خب ما میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم از اون نکته سوال استفاده کنیم. خودش گفته تندی متوسط منهای سرعت متوسط. میدونی تندی متوسط هم همیشه از سرعت متوسط چیه؟
بیشتره، گفته 2 تا بیشتره. تندی متوسط میشه مسافت به زمان دیگه، درسته؟ میگیم مسافت به زمان منهای مثلا جابجایی به زمان شده چقدر؟ شده 2. کل مسافتی که ما طی کردیم چقدره؟ یه x منهای 6 متر این پایینه، یه 10 به اضافه x هم بالا، کلا میشه مسافت شما از نظر اندازه، مخرجم که 4. و اما جابجایی میدونی بالا مساحت مثبته و پایین مساحت منفیه، یعنی منهای x به اضافه 6 میشه. میدونی که جابجایی بالا علامت مثبتی داره و جابجایی پایین علامت چی داره؟ منفی داره. پس من اینا از نظر اندازه اینا رو من گذاشته بودم، این جابجایی از نظر اندازه بود، مثبت. و حاصل این چقدر شده؟ شده 2. خب اینجا که x با x میره و چی میمونه واسه اون؟ همه رو ضرب در 4 کن، همه جمله هامون ضرب در 4 کن. 4 این ور میره، 4 اینم میره، 2 4 تا هم چقدر میشه؟ میشه 8 تا. ما اینجا یه دونه 2x به اضافه 4 داریم، بعد یه منهای 16 داریم، شده 8. پس از اینجا 2x چقدر میشه؟ 2x ما میشه 20. چرا؟ چون اینجا میشه منفی 12 میرون میشه 12 و x ما میشه 10. x ما شد 10. حالا میگه جابجایی چند برابر مسافت؟ جابجایی چند برابر مسافت؟ خب جابجایی ما الان این اگه x 10 باشه اینجا میشه مثلا 20 و اینجا هم 10 منهای 6، اینجا میشه چقدر؟ میشه 4. خب اولا مسافت که باید اینا رو اندازه‌ای جمع کنیم و جابجایی بالا مثبت پایین منفی، جواب میشه 16 24. 16 24 هم که خب معادل چقدر؟ معادل 2/3. جواب میشه گزینه 2. بازم خیلی کوتاه‌تر از پاسخنامه حل کردیم تا اینجا، به نظرم حلمون تا اینجا فوق‌العاده بوده. 59 میگه خب یک راننده یک چیزی رو میبینه، به قول یارو یه مانعی رو میبینه ترمز میکنه داستان. آقا من میخوام اینو از روش نیما حل کنم، اگه به من اجازه بدین میخوام از روش نیما حل کنم. نیما چی میگفت؟ میگفت آقا حالا اونایی که دانش آموز منم میدونن، اونایی که دانش آموز من نیست به سبک خودش باید حل کنه دیگه. میگه مجموع جابجایی هاش قبل از توقف، این آخرم که ایستاده دیگه، خب مثلا این جابجایی تیکه آخر جمع این دوتا گفته چقدره؟ جمع این دوتا گفته مثلا 12 متر، کلش هم 9 ثانیه بود دیگه، 2 ثانیه اول و 2 ثانیه آخر جمعش شده چقدر؟ فلان. خب ما میدونیم اگه متحرکی از سرعت 0 شروع کنه به حرکت، ثانیه اول نیم آ میره، نیم آ متر میره جلو، ثانیه بعدی هم 1.5 آ. اسم روش نیما از اینجا اومد. پس 2 آ تا اینجا طی کردی. خب و نکته بعدی، حالا این اونایی که روش تسیه رو آموزش دیدن میتونن اینو بفهمونه، که آموزش ندیدن نمیتونن حل کنن. و نکته بعدی، ببین 2 ثانیه آخر یعنی مثلا بازه 9 تا 8 و یه بارم بازه زمانی 7 تا 8. خب اگه دقت کنی مثلا بازه زمانی 0 تا 1 نیم آ، یعنی وسطش. بازه زمانی 1 تا 2 وسطشه، یعنی 1.5 آ متر رفتی جلو. پس اینجا میشه بین 7 و 8 7.5 آ رفتی، اینجا بین 8 و 9 8.5 آ متر رفتی جلو. پس من میگم آقا نیم آ به اضافه 1.5 آ به اضافه 7.5 آ، کلا هر بازه‌ای وسطش رو طی کردی. اونجا هم 8.5 آ که جمع اینا میشه چند آ؟ جمع اینا میشه 18 آ. شده چند متر؟ خود سوال گفته 12 متر. خب از اینجا آ به دست میاد 12 18 هم که اگر به 6 ساده کنی میشه قد میشه 2/3. حالا سرعت متوسط کامیون در مدت زمان ترمز کردن چقدره؟ خب یه کامیونی از سرعت 0 شروع کرده، 9 ثانیه اینوری حرکت کنه، سرعتش به چند میرسه؟ ما نمیدونیم، باید اینجا تو معادلش بذاریم. شتاب چقدر بود؟ 2/3. 9 ثانیه هم حرکت کردی، سرعت اولی هم 0، که از اینجا متوجه میشیم سرعت ما چقدر میشه؟ 3 تا 6. حالا سرعت متوسط میشه میانگین اول و آخر در حرکت با شتاب ثابت. آخر بوده 0، اول بوده 6، میانگینشو بگیر میشه چقدر؟ میشه 3. جواب گزینه چقدر؟ جواب گزینه 1. به چه زیبایی با روش نیما اینو حل کرد.
سوال 60 میگه که کدام گزاره فلان درست نادرست. ببین در بازه زمانی T1 تا T2 وقتی که بچه شما فقط زمانی که تغییر جهت میدادی تندی متوسط و سرعت متوسط با هم برابر نبود یا جابجایی مسافت با هم برابر نبود، پس حالا ویتیش یا اینجوری میشه یا اینجوری. حالا مثلا منظور من اینه اینجا این لحظه تغییر جهت دیگه، یعنی تغییر جهت باید اون تو اون بازمون باشه، حتما تو بازه T1 تا T2 حتما تغییر جهت داریم، چون اگه تغییر جهت نداشته باشیم جابجایی مسافت برابر و تندی متوسط و متوسط هم با هم چی ان؟ برابرن. سوالو بخونیم. در بازه زمانی T1 تا T2 نوع حرکت پیوسته کنچونده است، نه ابتدا کنچونده سپس تندشونده یا ابتدا تندشونده سپس کنچونده، این غلط. در لحظه T2 بردارهای سرعت و شتاب همجهتن. خب اینجا تغییر جهت رو دادی، اینجا که تغییر جهت رو اینجا دادی، بعد از تغییر جهت چون حرکت تندشونده شده یا کلا حواست باشه قبل از تغییر جهت حرکت کنچونده است، برش تندشونده است دیگه. تو تندشونده میدونی حاصل ضرب شتاب و سرعت بزرگتر از صفر و کلا بعد از تغییر جهت همیشه یادت باشه این دوتا بردار همجهت میشن. چرا؟ چون مثلا تو داشتی اینوری میرفتی، بعد یه شتابی داشتی اینوری تو رو کندت کرده، وایستادی تغییر کردی، حالا برگشتی، حالا که برمیگردی این دوتا همجهت. پس این درسته. در لحظه در T1 ثانیه اول هم حرکت کنچونده است. بله از اینجا تا اینجا هم همش داری به وی مساوی صفر نزدیک میشه، حرکت کنچونده است. پس جواب ما میشه گفته کدام درست است؟ ب و پ درست. و میریم سراغ سوال چقدر؟ میریم سراغ سوال 61. خب 61 تقریبا سوال قشنگی بود. یه متحرکی از حال سکون شروع به حرکت میکنه، یعنی سرعتش اینجا چند بوده؟ صفر. اینجا هم میگیرم T. سطح زیر نمودار چیه؟ سطح زیر نمودار تغییرات سرعت دیگه. 4 ضرب در T میشه 4T. پس سرعت ما اینجا 0 بوده، 4T هم اومده روش، پس سرعت ما اینجا میشه 4T. حالا گفته شتاب متوسط در این 20 ثانیه که خب میدونی میشه دلتا وی به دلتا تی چقدره؟ گفته که منفی 3/2 مخرج که 20، بالا هم وی 20 رو داری منهای وی 0، که اگر اینو طرف این وسط این کنی وی 20 منهای وی 0، این که 0 بود هیچی، 20 هم ضرب در 3/2 کن میشه چقدر؟ میشه منفی 30. پس سرعت ما در اینجا هم چقدر شده؟ اینجا منفی 30. سرعت منم اینجا هم که همون 4T دیگه. خب مسافت طی شده در مدتی رو میخواد که متحرک در مدتی که در جهت مثبت محور x حرکت میکنه چند متر؟ خب کاری که انجام میدیم بچه‌ها به این صورت، خوب دقت کن. ببین سرعت ما اینجا 4T بوده، یه مساحت منفی اینجا پایین داری که مساحت منفی ما چقدر سرعت ما کم میشه؟ به اندازه مساحت این زیر، که خب مساحت این زیر همونطور که داری نگاه میکنی چقدره؟ ارتفاع این مستطیل 6 قاعدش هم که 20 منهای تیه. پس یعنی اگر از سرعت 4T که داشتی این میزان کمتر کنی، یعنی 6 در 20 منهای تی تا کمتر کنی، باید برسی به منفی 30. خب اینو باز میکنیم، میگیم 4T منهای 120 به اضافه 6T مساوی منفی 30، که اینجا 10T مساوی میشه با 90 و T میشه 9 ثانیه. T شو چقدر؟ 9 ثانیه. و ادامه سوال من ویتیش رو رسم میکنم. ویتیش رو اگر رسم کنیم ویتیش به این صورت میشه دیگه بچه. سرعتش 4 تا از 0 36 تا زیاد شده. حالا اینجا چقدره؟ 11 ضرب در 6 66 تا هم از سرعت کم کن. 66 تا از 36 تا کم کنی میرسی به چند؟ میرسی به، ببین دارم نمودار ویتیش رو رسم میکنم. نمودار از حال سکون شروع به حرکت کرده،
توی 9 ثانیه اول 9 4 تا 36 تا به سرعتش اضافه شده. پس اینجا سرعتش چنده؟ 36. بعدش 66 تا. خب اینجا ببین این زل چنده؟ این زل 11، ارتفاعش هم 6. 66 تا از سرعت کم شده. از 36 66 تا کم کنی میرسی به -30. اینجا هم سرعت چند شد؟ -30. حالا کاری که انجام میدیم اینجا چیه؟ میایم اینو به دست بیاریم چون نیاز داریم. اینجا اگر بخوای به دست بیاری اینجا رو میگیری چی؟ مثلا اینجا رو میگیری تی و تشابه رو در این مثلث و این مثلث مینویسی. تشابه رو اگه بخوایم بنویسیم، ارتفاع مثلث بالایی 36، ارتفاع مثلث پایینی 30، قاعده مثلث بالایی تی منهای 9، قاعده مثلث پایینی هم 20 منهای تی. که خب اگر اینو ساده کنی 36 30 به 3 ساده کنی میشه 12 دهم و اگر این رابطه رو طرف این وسط این کنی تی شما میشه 15. یعنی این وسط هم شد چقدر شد؟ اینجا هم شد 15. حالا میگه مسافت زمانی که در جهت مثبت محور x، یعنی در بازه زمانی 0 تا 15 بیا به دست که فقط سطح زیر ویتی رو پیدا کنی. ارتفاع 36 قاعدش مثلا 15 تقسیم بر 2 که میشه چقدر؟ میشه 270 متر. اینم سوال بسیار زیبا و مهم و قشنگی بود. 61 میشه گزینه 4. خب سوال 62 رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ با هم دیگه حل کنیم. خب بچه ها ببینید اینجا رو میگه متحرکی در مبدأ زمان با تندی 4 داره حرکت میکنه و پس از طی 30 ثانیه سرعتش به 6 میذاری. روش گلوله‌های متوالیه دیگه، تو گلوله ها سرعت رو میذاری. 12 متر این وسط طی کردی و زمانشون نداریم، تی چقدره، شتاب هم نداریم. من اول میام سرعت متوسط رو به دست میارم که همونطور که میدونی میشه میانگین اول و آخر که میانگین 4 و 6 چنده؟ 5. از طرفی یه بار دیگه فرمول سرعت متوسط رو مینویسیم که میشه جابجایی به زمان. خب پس اینجا زمان رو نداری، جابجایی 12، سرعت متوسط هم 5 که جواب خب بالا پایین رو ضرب در 2 کنی میشه 24 دهم، یعنی 2.4 ثانیه. پس تی به دست اومد چقدر؟ تی به دست اومد بچه 2.4. از طرفی میدونید در حرکت با شتاب ثابت مثل همون روش نیم آ، خب جابجایی های متحرک در بازه های زمانی متوالی با قدر نسبت آتی2 زیاد میشه که اگر تی ما 1 باشه قدر نسبت میشه آ، همون روش نیم آ ایجاد میشه دیگه. این جمله اول نیم بود، جمله بعدی 1.5 آ. چقدر رفته روش؟ آتا اضافه شده. حالا اینجا 1 ثانیه نیست، 2.4 ثانیه است. در 2.4 ثانیه ششم، یعنی آتی2 ما یه چیز عجیب غریبی میشه. اولا بیت شتاب رو به دست بیاریم. شتاب رو اگه به دست بیاریم میشه تغییرات سرعت به زمان. از سرعت 4 رسیدی به 6، یعنی 2 تا تغییر سرعت تو چه مدت؟ تو 2.4 ثانیه که اگر بالا پایین رو به 2 ساده کنی، این به 2 1، این به 2 میشه 1 و 2. 12 دهم تو مخرج رو اگر عکس کنیم میشه 10 12 این میشه چقدر؟ 5 6. شتاب هم به دست اومد بچه ها 5. پس تا اینجا شتاب رو ما به دست آوردیم 5 6 و فلان. قدر نسبت ما به دست میاد. قدر نسبت هم که آتی2 شد داریم. حالا تو 5 ثانیه 6 نکته که وجود داره اینه که مثلا ببین هی به نیم آ اضافه میشه دیگه، مثلا به نیم آ، 1.5 آ، 2.5 آ، همینجور میره جلوتر. حالا اینجا دیگه نیم آ نداریم، اینجا آتی2 اضافه شده به ما. خب بچه ها مثلا جمله اول ما 12 میشه اینجا، چون 2.4 ثانیه اول 12 متر رفتی، بعد هی آتی2 میاد روش. چند تا آتی2 باید بیاد روش؟ خب مسلماً چون در 30 ثانیه ششمه 5 تا آتی2 میاد روش. 5 تا از اینا که بیاد روش میرسه به جابجایی در اون ثانیه خاص، در اون بازه زمانی خاص. پس من باید مثلا همون جمله نیم آ دیگه، نیم آ، 1.5 آ، 2.5 آ، 3.5 آ. حالا جمله اول ما اینجا 12 با قدر نسبت آتی2 داره میره روش. چند تا آتی2؟ 5 تا آتی2 باید بری جلو تا به اون
بازه 5 تا 6 برسی دیگه، یا در ثانیه 6 برسی. خب 12 متر بودی، 5 تا آتیدو هم بیاد رو، چقدر میشی؟ 12 به اضافه 5 ضرب در شتابمون که 5 شیشم بود و بازه ما هم چقدره؟ 2/4 به توان 2 هستش که اگر این رو جمع بزنی، یا حالا محاسباتش من اینجا انجام نمیدم، میشه چقدر؟ میشه 36 متر. جواب گزینه 4 و تمام. دقت کن آتیدو اگر بازه زمانی 1 ثانیه باشه قدر نسبت میشه چی؟ میشه آ، یعنی همون روش نیم آ. حالا اینجا قدر نسبت ما آ نیست، چقدر؟ 2/4 ضرب در 2/4 ضرب در شتاب هم که داری 5 شیشم. میتونی جمله هاشو دونه دونه بنویسی درست کنی که خب خیلی طول میکشه. میگه در مورد آبی کدام درسته؟ ببین اولا شتاب متوسط میشه تغییرات سرعت به زمان. خب اگر دقت کنی هر دو در یک میزان زمان یک تغییرات سرعت ثابت دارن، پس طبیعتا شتاب متوسط هر دوشون با هم برابره. و از طرفی تندی متوسط میشه مسافت به زمان، مسافت هم میشه سطح زیر نمودار تقسیم بر زمان. سطح زیر نمودار آ بیشتر هستش از سطح زیر نمودار B، پس یعنی مسافت آ بیشتره، بازه زمانیشون هم که ثابته. چون مسافت آ بیشتره یعنی تندی متوسط آ چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون سطح زیرش بیشتره یا مسافتش بیشتره. تو متحرک با این تندی فلان دارن حرکت میکنن. ببین میگه وقتی این متحرکی که سرعتش بیشتر بود، یعنی 10 متر بر ثانیه بود، متحرک 1 رسیده به مقصد، متحرک 2 بیشترین فاصله شون 40 متر دیگه، یعنی این در 40 متر عقب‌تر از اونه، سرعتش هم چقدره؟ 8 متر بر ثانیه. من اینو میام چیکار میکنم؟ از وی نسبی حل میکنم. سرعت نسبی چی میگفت؟ میگفت تی مساویه با جابجایی و فاصله بینشون تقسیم بر سرعت چی؟ نسبی. 40 متر فاصله شونه الان، سرعت نسبیشون هم چون در یه جهت دارن حرکت میکنن، میتونی یکی رو ساکن فرض کنی و اون یکی رو نسبت به اون در حال حرکت ببینی. الان من اینو اگر ثابت فرض کنم، اینو مثلا میتونم بگم این ماشین جلوی داره با سرعت 2 حرکت میکنه، 10^8 یعنی 2، که 40 دوم میشه چقدر؟ میشه 20 ثانیه. یعنی الان در لحظه الان که داری این شکل رو میبینی 20 ثانیه بعد از حرکته، یعنی از اینجا تا اینجا اینا 20 ثانیه چیکار کردن؟ حرکت کردن در لحظه 20 الان شکل. خب تو 20 ثانیه این متحرک اولی چقدر رفته؟ خب میدونی جابجایی مثلا میشه چی؟ سرعت ضرب در زمان دیگه. این متحرکه تو 20 با سرعت 8 20 ثانیه رفته، پس 160 متر هم این تیکه اول به دست میاد. تیکه اول چقدر شد؟ 160 متر اینجاست، 40 متر هم که اینجا بود. حالا میگه متحرک 2 تو چه مدتی حرکت میکنه؟ کل مسیر رو. خب 200 متر کل مسیر، سرعتش هم که چند بود؟ سرعتش هم متحرک 2 بود 8، جواب میشه 100/4، یعنی چقدر؟ یعنی 25. این هم که به راحتی حل شد. سوال 65 که سوال بسیار قشنگ و زیبایی بود. میگه که نمودار سرعت زمان داده کدام درست؟ اولا من میام اینجا رو به دست میارم. خب اینجا رو میتونی بگیری تی، اینجا رو بگیریم تی و این وسط رو اولین کاری که میکنیم به دست میاریم. همیشه باید این وسط رو به دست بیاریم. تشابه بین این و اینو مینویسیم. ارتفاع این مثلث 12، ارتفاع مثلث پایینی 6، قاعده بالایی تی منهای 2، قاعده پایینی هم 14 منهای تی، که این 12 شیشم میشه 2 یکم و با حل این تی میشه چقدر؟ میشه 10. 10 هم تست کنی میبینی که 10 منهای 2 بله درست میشه. پس اینجا شد لحظه چقدر؟ اینجا شد لحظه 10. حالا میریم با هم سوالو چیکار میکنیم؟ تازه میخونیم و بررسی میکنیم. قبل از اینکه بخونیم مساحت اینا رو به دست بیاریم. مساحت این سه تا میشه مجموع دو قاعده، 4 با 12 میشه 16، ارتفاعش 2 تقسیم بر 2 میشه 16 متر. اینجا جا به جای مساحت این مثلث 8 ضرب در 12 96 دوم 48 متر و مساحت این مثلث هم 4 ضرب در 6 تقسیم بر 2 میشه 4 ضرب در 6 میشه -12 متر هم مساحت این مثلث.
میگم رو بخونیم. در لحظه تغییر جهت که اینجا باشه، لحظه تغییر جهت یعنی در لحظه 10 متحرک در مکان 64. بچه از منفی 20 شروع کردی و چقدر جمع این دوتا چقدر میشه؟ 48 به اضافه 16 میشه 64 متر. 64 متر از منفی 20 64 متر بری به جلوتر میرسی به مکان 44 نه مکان 64. پس جواب میشه 44. پس این غلط. تا لحظه 14 اختلاف مسافت و بزرگی جابجایی 24. خب مسافت میشه چی؟ یه 16 به اضافه یه 48 به اضافه یه دونه 12 که میشه چقدر؟ که حالا میشه مثلا 76 و جابجایی هم طبیعتا میشه مساحت بالا منهای مساحت پایین که خب 64 اگر منهای 12 کنی میشه 52. 76 و 52 چقدر اختلاف دارن؟ بله میشه 24 تا. پس اختلافشون 24 و درسته. پس این درسته. در مدت زمانی که متحرک در جهت محور x حرکت میکنه، یعنی تو همون 10 ثانیه، بزرگی شتاب 14. شتاب متوسط بزرگیش هم میشه تغییرات سرعت به زمان که 10 ثانیه، سرعت هم از آخر بوده 0 اول هم بوده 4 که اندازش میشه 14 و اندازش درست. پس این هم درسته. و مورد آخر در مدت زمانی 0 تا 12 یعنی مثلا تا اینجا میگه مدت 6 ثانیه تندشونده حرکت کرده. اینجا تنده، اینجا کنده، دوباره اینجا تنده. 2 ثانیه این پایین، 2 ثانیه هم این بالا میشه 4 ثانیه تندشونده نه 6 ثانیه. پس این هم غلطه و 65 میشه گزینه 2. میگه چند تاش درسته؟ 2 تاش درسته دیگه. ب و پ درسته. دیدی چه قشنگ حل کردیم اینو؟ خب بچه کانال تلگرام هم حتما جوین باشین. تحلیل ها و نکات رو اونجا میذاریم. آیدی کانال تلگرام هم هستش آفاق_این و بنده هم محمد قدس هستم. آفاقم مخفف فامیلیمه، آکادمی فیزیک استاد قدس. حرف اولش رو برداری میشه برند آموزش فیزیک. سوال 66 میگه که آقا متحرکی در مسیر. سوال 66 خب ستاره بزن. سوال بسیار قشنگ، جوندار و سختی بود. ما هم میخوایم خیلی جوندار حلش کنیم. خب من اینجا رو پاک میکنم که اینجا رو چکار کنیم؟ حل کنیم. خب بچه توی T1 ثانیه اول گفته چی؟ گفته که بیایم با هم بخونیم. خب من اول میام ویتیش رو میکشم. ویتیش یه چیزی به این صورت میشه. ممکنه بگی آقا چرا اینطوری میشه؟ چشم. اولا چون مسافت و جابجایی برابر نیست حتما تغییر جهت داده، یعنی ما باید نقطه تغییر جهت رو اینجا داشته باشیم. نکته دوم، چون جابجایی بیشتره، یعنی مثلا اینطوریه که جابجایی منفی 60 متر توی 30 ثانیه اول، یعنی مساحت بالا یه چیز کمتریه و مساحت پایین چیزی بیشتریه. پس نمودارم نزولیه. و نکته بعدی، یا میتونیم این کارو کنیم که بچه‌ها چون جابجاییمون بگو منفی شده، یعنی سرعتمون هم منفی هی داره منفی و منفی تر میشه، یعنی نمودارش نزولیه. سرعتمون هم هی داره منفی و منفی تر میشه، یعنی در جهت منفی ها بیشتر حرکت کردی، پس نمودارش هم چیه؟ نزولیه. اینم از یه نکته که اینجا خب ما بررسیش کردیم و پس نمودارش میشه اینطوری. من اینجا رو میگیرم S1 برای مثال، اینجا رو میگیرم چی؟ میگیرم S2. خب بچه به صورت قدر مطلقی اگه این دوتا رو جمع کنی، یعنی از نظر مسافت که میشه قدر مطلقی اینا رو جمع کن 68 و اگه بالایی رو مثبت بگیری و پایینی رو منفی که بشه جابجایی همونطور که میدونی با علامت میذاریم، شده چقدر؟ شده 60. خب اگه این معادله رو حل کنیم به S1 میرسیم که مثلا 4 و S2 میرسیم که چقدره؟ دستگاه حل کنیم میشه 64. چکش کنیم بذاریم تو اینها جمعش میشه 68 و S1 و S2 نه اشتباه گذاشتم برعکسشه. نه دیگه درسته دیگه. ببین
یه مثبت 4 متر جابجا شدی اینجا، یه 64 متر هم اومدی پایین. اگه اینا رو از نظر علامتی جمع کنی که جابجایی بشه میشه منفی 60. و نکته که وجود داره اینه که اگه از نظر علامت هم جمع کنی چقدر؟ از نظر علامت هم جمع کنی که میشه مسافت، برای مثال میشه 60. پس درست حل کردی. حالا میگه در بازه زمانی T1 تا T1 به اضافه 4، در بازه زمانی T1 تا T1 به اضافه 4 اینجا T1 بود دیگه. مثلا اینجا هم چقدر؟ اینجا هم T1 به اضافه 4 192 متر رو طی کردی. یعنی مساحت اینجا که حالا یک حالت زوزنقی شکلی میشه، مساحت اینجا باید شد 192 متر. پس من اینو خوشگل تر میکنم. S2 اینجا کل این پایین نیست، S2 فقط اون مثلث اینجاست. S2 یعنی منظورم اینه که روش مینویسم که اینا رو قاطی نکنی. خب اینم که الان 192 متر باز اومدی پایین تر. خب شتابو میخواد. آقا اولین نکته ای که هست، من میام رابطه مثلا من اینجا رو میگیرم x، اینجا رو میگیرم x و T1 رو ندارم. T1 هم که خب نمیدونم چیه. میام تشابه رو بین این دوتا مثلث مینویسم. تشابه رو بین این دوتا مثلث چیکار میکنم؟ مینویسم. یعنی میگم S1 به S2 میشه این x، اونم که T1 به توان 2 نسبت توان 2 داره دیگه، که S1 4 اندازش، اینم 64. اگر به 4 ساده کنی میشه 1/16. و اگر طرفین رو جذر بگیری x بر روی T1 میشه 1/4. یعنی متوجه میشی T1 برابر 4x. پس اینجا 4x. خب اینجا هم که میشه 4x به اضافه 4. و دوباره میام تشابه و این دفعه بین این مثلث کوچیک و این مثلث بزرگ انجام میدم تو این پایین. دوباره تشابه دارم. یعنی میگم 64 مساحتشه به مساحت بزرگه که 64 به اضافه 192 هست. قاعده کوچیکه x و بچه اینجا 4x، این زل 4x که به x بدی اینجا میشه 5x. ببین ارتفاع این مثلث پایینیه شده بود 4x دیگه، که اگر به x بدی اینجا میشه چند x؟ اینجا میشه 5x. خب حالا دارم تشابه بین دو تا مثلث پایین مینویسم. یعنی این مثلث اینجا و این مثلث بزرگ اینجا. مساحت این 64 مساحت این جمعشه. ارتفاع این 5x منهای x میشه 4x و ارتفاع اونم که خب طبیعتا چقدره؟ 4x به اضافه 4 هستش. و بیایم از چی کم کنیم؟ از x کم کنیم. یا اصلا چرا این کارو کنی؟ آره دیگه همین کارو کنیم. ببین 4x به اضافه 4 دیگه، ببخشید اینم اینجا هم 5x، اینجا هم 5x به اضافه 4 ثانیه بعدشه دیگه. 4 ثانیه بعد یعنی به 5x 4 تا بده جلو. خب الان زل این مثلث چقدره بچه‌ها؟ زل این مثلث از 5x به اضافه 4 یه x کم کن میشه 4x به اضافه 4. زل اون مثلث 4x به اضافه 4. بله درست. خب که البته توان 2 هم چی داره. خب بیایم حلش کنیم. 64 بر روی 256. اینجا ما اینو داریم که خب هر دو رو به 16 میتونی، یا همه رو جذر بگیری دیگه. آره همه رو اگر جذر بگیریم، طرفین رو اگر جذر بگیریم، اینجا هم 4x به توان 2 داریم بر روی 4x به اضافه 4 به توان 2. اگر همه رو جذر بگیریم جذر 64 میشه 8، جذر 256 میشه 16 که این همون 1/2. جذر این ورم 4x بر روی 4x به اضافه 4. اگه طرف این وسط این کنیم میشه 8x مساوی 4x به اضافه 4. اگه بیاد این ور ازش کم شه 4x میشه 4 و x شد 1. x ما شد چقدر؟ 1. و این خیلی برای ما حائز اهمیت. حالا شتاب رو میخواد. ببین x 1، مساحت این مثلث هم 4. ببین میگیم ارتفاع ما چی بوده که ضرب در قاعدهش که 1 واحد بوده تقسیم بر 2 مساحت شده 4. پس v0 ما شد 8. حالا شتاب هم میدونیم میشه تغییرات سرعت به زمانش. تو 1 ثانیه سرعت 8 تا کم شده. پس شتاب میشه چقدر؟ میشه منفی 8. جواب گزینه 1. نمودارم نزولی بود دیگه و
تمام. اینم به چه قشنگی با هم چیکار کردیم، حل کردیم. البته که یه بار ویدیو رو بزنی ببینی تو بفهمی چی شد، مثلث هم برای خودت بکشی. من یه بار دیگه اگه بخوام مثلثش رو برای تو تمیز بکشم همچین حالتی میشه دیگه. میکشم که بدونی به چه صورت شد. مساحت اینجا رو داشتیم 192، مساحت اینجا 64، مساحت اینجا مثبت 4، اینجا مثلا لحظه T1 بود و اینجا هم که T1 شد 5x، اینجا هم که x بود، اینجا هم که رو 5x چقدر رفته جلو؟ رو 5x 4 تا رفته جلو. این لحظه آخر هم شد 5x به اضافه 4. این برای سوال قبلی رو دوباره میگم که شکلش رو دستت بیاد بدونی چی شد. یه بار تشابه بین این و این نوشتیم، تشابه مساحت ها. یه بارم تشابه رو بین دو تا مثلث پایین، مثلث مادر و بچه، یه بچه اینجا داره و یه مادرم کلش. خب سوال بعدی میگه که الان در لحظه 2 که مثلا اینجا باشه شما در مکان منفی 10 کی میرسی به 75. خب اگر جابجایی رو نگاه کنی که میشه سطح زیر نمودار، مکان آخر 75 منهای 10 یعنی 85 متر باید جابجاشی. یعنی این S1 این S2 و این S3 جمعاً باید بشه چقدر؟ باید بشه 85 متر. خب من ساعت استکو به دست بیاری که 2 تا میشه 20 تا 20 متر اینجایی. این تو تنه قدم به دست بیاری 10 به اضافه 15 میشه 25 تقسیم بر 2، اینم میشه 25 متر. چقدر میمونه از 85؟ از 85 45 تا کم کنید 40 تا دیگه میمونه. خب من باید ببینم 40 تا جابجا بخوام بشم سرعتم به چند میرسه. یعنی مثلا سرعت اینجا رو ندارم دیگه، ولی میدونم باید 40 متر بیام دوباره جابجا بشم. خب میگیم سرعت آخر به توان 2 که نداریم، منهای سرعت اون بالا که 15 2 ضرب در شتاب هم که شیب این نموداره دیگه. شیب این نمودار ضلع مقابلش 15، ضلع مجاورش هم 6، شتاب میشه تانژانت آلفا یا 15 شیشون دیگه که نزولی هم از علامت منفی رو براش میذاری. 2 دلتا ایکس هم که 40 متر که از اینجا خب ما بیایم وی دو رو حساب کنیم. وی دو مساویه 225 میره اونور، منها میشه با 200 که این میشه 25 و اگه طرف این رو جذر بگیری وی میشه چقدر؟ میشه 5 متر برس. یعنی اینجا سرعت ما شد 5. و حالا میتونی بگی که اینجا چه لحظه یه لحظه تی رو به دست بیاری که یه دونه زوزنقه داری که باید بشه چقدر؟ باید بشه 45 متر جابجایی. میگیم آقا مساحت زوزنقه شده چقدر؟ شده 40 متر. مساحت زوزنقه باید بشه 40. قاعدش همون دیگه نگاه میکنی 15، یه قاعدش هم به دست آوردیم 5. ارتفاعشو از اینجا تا اینجا نداریم، من h میگیرم و تقسیم بر 2 هم که میذاریم. طرفین رو ضرب در 2 کن، 80 مساوی 20h و اینجا h میشه چقدر؟ میشه 4. 4 تا به 6 بدی، از 6 4 تا بری به جلوتر میرسی به لحظه چند؟ میرسی به لحظه 10. یعنی 67 هم شد گزینه 4 که به زیبایی با هم چیکار کردیم؟ حل کرد. سه سوال آخر دیگه. میگه 68 میگه اختلاف تندی متحرک در هنگام عبور مثلا از اونجا، مثلا من بچه‌ها اینجا رو میگیرم لحظه تی، خودش گفته وی لحظه تی منهای وی لحظه 0 5. این بالا سرعت ما چنده؟ 0. یه بار من دیدم رو به سوال اینوری میبینم، یه بار هم اینوری و 2 بار مستقل از زمان رو براش مینویسم. میگم مثلا از متحرک از سرعت 0 شروع کرده رسیده به سرعت 0، یعنی رسیده به وی 0 و سرعت آخر به توان 2 منهای سرعت اول به توان 2 برابر با 2 ضرب در شتاب ضرب در چند متر جابجایی؟ ضرب در 16 متر جابجایی. یه بارم از اینجا تا اینجا رو بنویسیم. میگیم وی آخرمون که تیه، منهای 0 2 برابر شتاب ضرب در این دفعه از اینجا تا اینجا 36 متر جابجایی. این دوتا رو بر هم تقسیم کنیم چی میشه؟ میشه وی صفر 2 بر روی وی تی به توان 2 2 به 2 میره و میشه 16 36.
طرفین رو جذر بگیر که میشه V0 بر روی VT میشه 4/6، یعنی چقدر؟ یعنی 2/3. که اگه این طرف این وسط این کنی به جای V0 میتونی بذاری 2/3 VT. پس به جای V0 چی میتونی بذاری؟ 2/3 VT. دو معادله دو مجهول. خب من اینجا به جای VT خودشو میذارم، به جای V0 میذارم 2/3 VT که خب اینجا 1/3 میشه 5، پس کلش میشه 15. VT میشه 15، البته منفی 15 چون اینجا شیبش نزولیه، پس VT میشه منفی 15 از نظر اندازه‌ای شد 15 علامتی میشه منفی 15. V0 هم بذاری تو معادلش اینجا بذاری V0 هم میشه مثبت 10. پس سرعت ما VT شد منفی 15، V0 هم شد 10. حالا سرعت متوسط رو میخواد که سرعت متوسط میشه میانگین اول و آخر که میانگین چی میشه؟ میشه 10 به اضافه منفی 15 تقسیم بر 2 که منفی 5 تقسیم بر 2 میشه منفی 2.5. یا اندازش رو میخواد، بزرگیش رو میخواد که میشه 2.5. میگه که وقتی که تندی آنها یکسان شده، یعنی در اینجا چقدر از هم فاصله دارن؟ خب ببین متحرک A به اندازه مساحت مثلث جابجا شده، متحرک B به اندازه مساحت یک زوزنقه جابجا شده. پس اختلافشون یعنی اختلاف جابجایی هاشون میشه کجا؟ میشه اینجا که من دارم رنگ صورتی میزنم که باید ما مساحت این مثلثه رو به دست بیاریم. میشه فاصله که الان از هم دارن چون از یه جا شروع کردن که ارتفاع که قاعده این مثلث 15 ارتفاعش ارتفاع خارجیه که 6 واحده و تقسیم بر 2 که میشه 45 متر. این هم سوال بسیار زیبایی بود و این این کدام نمیتونه درست باشه. ببین تو الان در مکان مثلا منفی 10، خب من این شکلشو میکشم. اولا ببین در لحظه T1 شما در مکان منفی 10 سرعتت هم منفیه، یعنی داری به چپ میری. خب بعد در لحظه T2 مکانت مثبت مکانت منفی تر شده، منفی 20 متر شدی، اما سرعتت یک چیز مثبته. سرعت چقدر؟ مثبت 15. اولا خب همینجا مشخص بود تو داری به چپ میری، یعنی مثلا باید سرعت ما مثبت باشه. ببین تو داری از مکان منفی 10 به چپ میری دیگه، خب یعنی رسیدی به مکان منفی 20، سرعتت هم باید منفی باشه. اولا اینجا سرعت مثبته و مثلا هم چیزی نمیشه. یا اگه یه جهت دیگه نگاه کنی، ما اگه بیم شتاب رو به دست بیاریم از رابطه V22 منهای V02 مساوی 2A دلتا X، ببین قطعاً اینجا تغییر جهت اتفاق افتاده. ببین تو داشتی به چپ میرفتی، اینجا داری به راست میری، یعنی سرعت چرخیده. قطعاً این وسط تغییر جهت اتفاق افتاده. من میونه کلامم سوالات قبل گفتم وقتی تغییر جهت اتفاق میفته شتاب و سرعت همجهت میشن. بعدش که اتفاق افتاد حالا همجهت هم و حرکت میشه تندشونده. خب یعنی الان ما باید یک آی مثبت داشته باشیم، ولی از نظر عددی اگر بیای باز دوباره حساب کنی، یعنی وی آخر که 15 به توان 2 منهای 12 به توان 2 برابر شتاب در جابجاییمون که منفی 10 متر به چپ رفتی، جواب میشه 225 منهای 144 تقسیم بر منفی 20 که این میشه منفی 4.05 متر بر مجذور ثانیه. شتاب منفی شد ولی ما قطعا شتاب میدونیم مثبته، پس جواب میشه گزینه 2 و این نمیتونه درست باشه. بقیه هم سرعتی اگه میخواستی به دست بیاری به این صورت میشد. ببین تو داری یک سرعت مثبتی داری، یعنی به راست میری. خب باید به راست بری دیگه. بله رفتی به راست، سرعتت هم مثبت. یا ببین اینجا در مکان منفی 4 سرعتت مثبت، یعنی به راست میری. حالا رسیدی به مکان 0 و سرعت هم منفی 5 تغییر جهت دادی. اما اگر این معادله رو براش بنویسی، معادله V22 رو درست در میاد و مثل گزینه 2 نمیشه. حالا مثل همین کاری که من اینجا کردم و واسه همشون انجام بده، بفهم که بعد از اون جایی که تغییر جهت دادم مثل گزینه 3 یا مثل گزینه 2
باید شتاب از نظر جدول و شتاب از نظر فرمول با هم علامت شن. اگه هم علامت شدن درست، اگر نشدن غلط. جواب شد 70 گزینه 2. امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باشیم، مطالب رو به طور کامل فهمیده باشی. آیدی اینستاگرام من هم از afaq.in، حتما اگه دوست داشتی فالو کن منو در اینستاگرام. خسته نباشین و تا ویدیوی دیگر شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. آفاق، آکادمی فیزیک استاد قدس.